خدایا تو میدانی چه میکشیم. از یک سو باید شهید شویم تا آینده بماند و از دیگر سو باید بمانیم تا آینده شهید نشود. این پلاک ها رو هم توی همون سوله پیدا کردیم. بله، میخوایم از شما خواهش بکنیم تشریف بیارین تو این برنامه، در مورد همین عکس‌ها، صاحبای این پلاک ها با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. به هر حال شما یه خاطرات مشترکی داریم با اینا. مزاحم که نشدم. ببین خانم، میخوان در مورد این عکس‌ها براشون حرف بزنن. این عکس‌ها؟ حاجی ایرانو میخوای چیکار کنیم؟ ببخشید، قصه ایران چیه؟ دخترمونه. ما خیلی دوست نداریم در مورد گذشته براش حرف بزنیم، نه که آسم داره حالش بد میشه. بله متوجهم، ببخشید. خودشه. الان میام. ببینین، نه اینکه نمیخوام باهاتون همکاری کنم، ولی پس ما چیکار کنیم؟ به نظرم بهتره برین سراغ بقیه رفقا. مثلا کیا؟ همینا که تو عکس کنار من وایستادن، هنوزم زندن. دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شدن. فصلهای پیش از اینم ابر داشت، بر کبیرم بارشی بی صبر داشت. اینک اما عده‌ای آتش شدند، بعد کوچ کوه‌ها آرش شدند. بعضی از آنها که خون نوشیدند، ارث جنگ عشق را پوشیدند. عده‌ای حسن القضا را دیدند، عده‌ای را قصرها بلعیدند. بزدلانی که از هراسب‌تر شدند، از بسیجی‌ها بسیجی‌تر شدند. حتما براتون این سوال پیش اومده، ماجرای عکسی که در پشت سر ما می‌بینید چی هستش؟ در واقع ما به دنبال افرادی هستیم که داخل این عکس‌ها هستن. کسانی که شاید در کوچه پس کوچه‌های شهر شما باشن. عزیزانی که یک روز باعث افتخار و سربلندی ما بودند و متاسفانه الان در گذر زمان به فراموشی سپرده شدند. پس با شما هستیم با یکی از این چهره‌ها. حسرت گندم نشدم وقتی موندم تو غبار زندگی. آتیجی زن پشتتون رو بزن. بله، نمیدونم ولفجر 30 بود یا 40، الان درست یادم نیست. هممون پشت میدون میل گیر افتادیم. باید یه مرد از جونش میگذشت و میرفت تو میدون و راهو باز میکرد. همه ترسیده بودن. خب بالاخره جونه دیگه.
بادمجون که نیست. داره دیر میشه، بچه ها قتل عام میشن، یه مرد میخوام که راهو باز کنه. نمیدونم چرا برادر مرتضی خودش نرفت. من یه نگاهی به خودم کردم، یه نگاهی به مجید سوزوکی. گفتم یکی از ما دو نفر باید احساس تکلیف بکنه و این راهو باز بکنه. اون موقع مجید جزو برادرها شده بود، یعنی متحول شده بود. باریکلا خدا رحمتش کنه. معبر باز شد، ایشالله راه کربلا هم باز میشه، همه با هم میریم زیارت. برادر مرتضی شما که بگردی بری کربلا زیارت چرا این راه سختی انتخاب کردی؟ میرفتی ترمینال راحت بلیط میخریدی، با اتوبوس میرفتی. بیاید راه باز شد. بله، حالا بعد از چند سال امروز متوجه میشم که چرا اون روز حتی یک دونه مین جلو پای من منفجر نشد. برای امروز که من آبروم و خرج این مردم بکنم. اون روز راه رزمنده ها رو من باز کردم، امروز باید راه نسل جدید رو باز بکنم، راه پیشرفت مردم رو باز بکنم. اون صالح راه باز کن که میگن بنده حقیر. خدا رحمت کنه مرحومه منزل بنده رو. اگر بود که الان دست راست من بود. آخه قصه نخور حاج آقا، خدا هر چی از آدم بگیره یه چیز بهتر به جاش میده. بله، ماشین فرسوده رو میگیرم به جاش نور میدم. مبارکت باشه، بفرما. زهرمار آقا همه با هم حاج صالح راه باز کن، راه جدید رو باز کن. حاج صالح راه باز کن، راه جدید رو باز کن. حاج صالح راه باز کن، راه جدید رو باز کن. بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید یکی از قهرمانان دسته اخراجی ها بخش‌هایی از خاطرات خودش رو برای ما بازگو کرد، یا بهتره بگم که بازآفرینی کرد. و نکته قابل توجه این بود که در نوع تعریف خاطره ساختار شکنی کرد و به نوعی سنت شکنی. خب اجازه بدین لحظاتی رو در خدمت جناب دکتر باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. دکتر صالح، حاج صالح، دکتر گیرینو، شما خودتون کدام اسمو ترجیح میدین؟ والا من که کوچیک این مردم. به 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 به. اگه اجازه بدید نگیریم، چون آقای دکتر اجازه بدین نسل جوون ما بدونن یه نفر مثل شما که دیروز رزمنده بوده امروز میتونه یه سیاستمدار موفق باشه. نه، من معتقدم که اجازه بدین بحث برای بعد. نه، تو رو خدا نه، من راضی نیستم. این چیزی هم که الان گرفتید پخش نکنید. آخه ببخشید، اگه میشه ببخشید، من یه عرض کوچولو با شما دارم، اگه ممکنه یه گوشه من باشم. بله بسیار ممنونم. آقا نگید. من میخواستم شما در جریان باشین. ببینید اینا با فتوشاپ اومدن این عکس رو حذف کردن. من گفتم شما بدونید که تاریخ تحریف نشه، اصل عکس دست شما باشه. خیلی ممنون. ما در التزام روحانیت هم هستیم. ببینید آقا حسین، من فکر میکنم داشتیم در مورد پوستر جدیدا صحبت می‌کردیم، مثل اینکه از قبلی خیلی بهتره. خدا حفظشون کنه، واقعا بچه‌ی فعال هستن. من فکر میکنم که این عکس برای پوستری که برای باباتون میخوایم بزنیم مثلا بهتر باشه. شما اینو نگاه کن. چاواسکون بگم بهتر از رواسکون بشه. حاج صالح چاه باز کن، چاه جدید رو باز کن. داره میاد. این خانومشه؟ چه لاغر کرده؟ به حاج آقا سوزوکی. حاج آقا میدون مینی فتح کردی ها. آقا بایرمان پیداش کردی؟ آره. بقیه کوشم پس. والا ما همه رو گشتیم پیدا نکردیمش، فقط تونستیم بایرام لوده رو پیدا کنیم و این سیروس خانم. پس امیر دودو کو؟ امیر دودو واقعیتش الان کارشناس مواد مخدر شده شورآباده. عباسا جدول بندی کردی، ریشت قبول باشه. میگم خود قسمتت نشد با ما جیپه بیای، بعد نشد با حاج آقا یه میدون مین تو رگ زدی. الحمدلله صلاح بر این بوده. اصلاحات کرده. اصلا خوبه، بدم نیست، آفرین. همراه با مردم، همگام با مسئولین. خیلی خب بچه‌ها گوش بدید. من دیگه نامزد شدم. مبارک به هم میاین. منزل عوض کردیم. منظورش نامزد انتخاباته. آره خوب کسی رو انتخاب کردی، راست میگی. حاج آقا شما که خودت اینو کاندید کردین، حتما گزینم رفتین شیشت کردین قبول شدین دیگه ها.
این سوالم ازتون کردن شما که تو تجارت هستین با پای چپ وارد کش میشین یا پای راست وارد کش میشین؟ وقتی شما را قبول کردیم با سر وارد شدیم، ما هم همینجوری وارد شدیم. ایشون آوردین که لغز بخونن؟ آره یه هم چیزایی. ببین بچهای تلویزیون دنبال بچهای اخراجی ها میگردن. چرا برای چی؟ من چیکار کردم؟ اگر با شما صحبت کردن دیگه سنگ تموم بذارید، جبران میشه. اگه ممکنه همین الان جبران کنین که اوضاع خیلی خرابه. شما حساب کتاب دست شما حله. حاج آقا شما بفهم راحت باش. بفرمایید. مهندس زنجلیل میدون مینا ببین. دباغ ببین چی برات آوردم. اینه. این آورد اینجا چیکار؟ چالیه دیگه. که فیکه. 2 تا هنرپیشه راستکی از اون ور آب برمی داشتیم میآوردیم. همین جنیفر و جولی رو برمی داشتیم میآوردیم تا آخر انتخابات اینجا بودن. قشنگ عکسامون رو گرفتیم، تبلیغاتمون رو می‌کردیم. آخر سرم یه تا پشمک و قط بهشون میدادیم میرفتن. اونورم از ما تبلیغ می‌کردن. این کار نی برو داشته من. از خارجه. الو. ها بیا بیبی. It makes a difference to me. Foreign country to اسم discover the world anyway line بله ببینید من الان اگر مستقیما با شما صحبت کنم خب بد میشه. شما بگید که فقط از منابع آگاه این اخبار رو گرفتید. بسیار خوب. میخوایم بریم دیدن کارتون خوابا، دست فروشا، گل فروشا. بله اونایی که NA بودن، معتادها، لختی‌ها، پا برهنه ها، آره تمامشون رو میخوایم ببینیم و وظیفه شماست که ما رو پرزنت کنید. ازش تشکر کن بابت اون فیلم خوبی که با آقای مخمل با بازی کرد. یه لحظه خانم کدوم فیلم؟ توبه نسو میگم دیگه، گورکن. من اینا فیلم‌ها رو تو جوونی دیدم. ببخشید یه لحظه گوشید. من یک آب توبه نسوحی بریزم سر تا آخر عمرت فیلت یاد هندستون نکنه. چه عجب، ما تونستیم شما رو بگیریم. مصلحتی در دسترس نیستین دیگه. حالا این حاج آقا گیرینوف با یه جفت گیوه سینه جونی رفته رومین که رفته، من باید تاونشو پس بدم. بابا دروغه. این بابا رو من میشناسم، این همسنگر من بوده. آقا این چاقال رو اینم نرفته چه برسه رومی؟ من بعداً با شما تماس میگیرم. آقا ببخش اینجا ستاد انتخاباتی طویله که نیست. کی شما رو راه داده اومدی اینجا؟ جلو دهنتو بگیر. جناب دباغ پس شما هستین؟ دباغ که میگن. من پدر بزرگ خودم دباغ بوده، حاج فرج دباغ. دباغ فقط یکیه، اونم منم. اینو بدونی. کارش چیه؟ ایشون معرفی میکنم، جناب بیژن مرتضوی. زودتر میگفتی مرد حسابی. به جناب آقای بیژن مرتضوی، خیلی خوشحالم. باور کنین وقتی به اون مزگون سفیدتون اون عمل دست رو میزنین به من یه حالت حرکت موجود ناخودآگاه دست میده. جناب مهندس این بیژن مرتضوی اون بیژن مرتضوی نیست، اون ویالون میزنه. ایشون بیژن مرتضوی معروف بزغاله است. آقا دستو ول کن. اجازه من بوس بزنم. آقا جون اینجا جای این کارا نیست، ریا میشه. این کار جلو دوربین. بله. حالا چی کار داره؟ چی کار داره؟ از چشاش معلومه که شما رو دوست داره. پسر؟ بله. اینی که مشاهده میکنی این عکسو، این منم. این مجید سوزوکیه. این رفت رو میدونه نه این چاقالو. این که شریف قیصره. خانم اینو بدیم به بوی. لونا جون به خواهر لونا بگین که اینو پخش کنه. میخوام پته گیرنوف بریزم روی آب. ای مادر توضیح میدم لونا پارک. جون میده واسه ویکیلیکس بدیم افشاگری. حالا میکی ماوس شادی خانم بگین هزینه داره اینا رو میخواین چاپ کنین. آقا سیاست بریز به پاش داره بده بره. یا اون وقت مردم فکر میکنن کاندید شدن همینجوری مجانیه. به ان سالی 10 بار انتخابات بشه حاج آقا. ما همینجوری بیایم واسه شما تبلیغ کنیم. این کارتابلا چی دسته؟ قربان این کارتاب نیست، آلبومای شخصیتونه. همون عکسای مربوط به سفراتون. سفر خانم به مالزی، سرم عکسای خاک بر سری تو چیز سفر شما به بله قرار بود بیارم خدمتتون که بذارید یه جای امن. ببخشید دکتر شما کی تشریف برده بودین پاتایا؟ اون دفعه یادتون باشه پارسال یه سخنرانی داشتم در مورد ایدز. همون دفعه رفته بودم. آها گفتی که تابستون میرم زیارت اهل قبور. یه سری اونا مرحوم شدن، ما رفتیم سر قبرشون فاتحه خوندیم. بس بابا بیخیال دعوا نکنین. جمهور ایران زمین بلند بگو آفرین. آفرین. این بهترین شعار میتونه برای ستاد انتخاباتی اکبر دباغ باشه. حالا همه با هم دیگه یه بار بگین جمهور ایران زمین بلند بگو چقدر گفتم دکتر برو دکتر. دکتر دونم چرا امروز دچار تساهل شدم اصلا. 100 دفعه بهت گفتم دکتر برو دکتر. با اجازه.
دکتر جان هر چی گفتم که نرفتی دکتر. این قرص واسه جلوگیری از سکسکه است که یهو تو مناظره ریب نزنی. بخور اینو. بفرمایید دکتر. اینم یه نواره. خب الان میبندیم مچ دسته، هر وقت نگاه بهش افتاد دستو بیار. یاد تایم خوردن قرصات میفتی که دیگه اون بلا سرت نیاد. ننجوی منم همیشه دور دستش یه نخ میبستش. اصلا من و شما میبندیم دکتر جون تنها نباشن. لطفا برای منم ببندید. چش بفرمایید. یعنی شما هم آره؟ بفرمایید. بله ما هم آره. عجیبه واقعا، همه آره. اینا چیه به دستون بستین؟ نکنه شما هم آره؟ بله آقا ما آره. اینا هم آره. ای بابا اینا که همه آبی بستن. آقا هلاک این سیستم شتابم. شما هم آره؟ ما هم آره. تو چی؟ تو هم آره؟ منم آره. همتون آره؟ آره. ای بابا همه که آره. خانم شما هم آره؟ ما هم آره. شما چی؟ شما هم آره؟ منم آره. شما چی؟ شما هم آره؟ همگی آره؟ با هم آره؟ جرم آره؟ ما اینجا داریم یه برنامه ضبط می‌کنیم، برنامه فرهنگیه. این صدای شاهرای شما مزاحم برنامه ما شده. برنامه ما سیاسی نیست. خواهش می‌کنم ساکت باشید. ما یه برنامه چه خاطرات شما دارید جنگ تعریف می‌کنید. چه میگه راه جدید برای خودتون فیلم در میارید. یه آدم به میدون مین میرسید در میرفت ها. یه آدم خاطرش علکیه. برم کن یه آدم اگه که بهش رو بدیم میگه ما رفتم زیر تنه حسین فهمیده. برم ولم کنید بابا، ما میگم دروغ نگید، هی قشون میکشید رو آدم. آقا صحنه سازی نکنید، دروغ نگید به آدم. خب امر معروف به چی درد میخوره برای همین جهان دیگه، به خدا برای همین جهان. برادر عزیز من قربونت برم جناب آقای، ببخشید اسم شریفتون کریم سوسکه. جناب سوسکه. نه کریم تنها. آقای کریم تنها. آخه این کارا چیه شما میکنی؟ به این میگن تشویش اذهان عمومی. تشویش اذهان عمومی یعنی چی؟ یعنی یه رهگذری هم رد میشه اینجوری سیگارشو میندازه تو سطح زباله، آتیش میگیره میشه اغتشاش. اغتشاش باباته. کریم اختصاص که فوش نیست میگه باباته. موجیه. خب موجیه که شما باید یه کاری بکنی آروم بشه. آقا ما که موجی نشدم، فقط یک کم خونمون به جوش اومده. تون خواهش میکنم بحران سازی نکنید. شما بیان همین حرفا رو بزنید به همین راحتی. گرفتین؟ آیه اخبار 20 خورده یه لحظه اگه تشریف ببریم من به کارم برسم ممنون میشم. ببین کریم جان چی کار بکنم؟ کریم جان الان ناکن من میشناسی. آقا شما میگی من دروغ میگم، شما بگید. حاج آقا دستم به دامنتون، بیچاره شدیم. از وقتی فیلم خاطره این آقای حاج آقا دکتر صالح، بگید گرینوف خودش هم بدش نمیاد. گرینوف. بله، از وقتی فیلم خاطره آقای گرینوف رفت رو آنتن، این بچهای جانباز آسایشگاه رو گذاشتن رو سرشون. موندیم چی کار بکنیم؟ خب بالاخره اون بنده های خودم به نوعی حق دارن برادر من. حق دارن حاج آقا، اینا میگن دروغ میگه ولی این بنده خدا دروغ نمیگه. ملاحظه بفرمایید. نه اینجا تو جبهه کنار خود شماست. واقعا بوده. لابد این عکس هم خودشون بهتون دادن. بله. ایشون یه ید طولایی تو عکس گرفتن و عکس جمع کردن داشت. من فکر کنم یه 2 تا گونی عکس از جبهه با خودش آورده. ولی خب واقعا جبهه بوده به هر حال. اینا عکسش هست. بله بوده، ولی برادر من سربسته عرض کنم رستم نبوده.
ببخشید من نگرفتم. حالا یه خورده که برنامه‌تون بره جلو خود به خود متوجه میشه. ولی ما الان گرفتار شدیم حاج آقا، برنامه زنده است، رو آنتنه. وظیفه شماست که به قول اون شهید که میگه جنگو درست نشون بدین نه درشت، واقعیت‌ها رو نشون بدین. اون وقت مردم خودشون قدرت تشخیص دارن. والا چی بگم حاج آقا؟ سراغ کی باید برم؟ از کجا بفهمم این قصه اخراجیات چی بوده؟ ببین برادر من، از من پیرمرد نخواهید که حرفی بزنم. الان هر چی بگم چون ایشون چهره سیاسی شده، خدای نکرده سوء تفاهم میشه. ببینید اگه میخواید نتیجه بگیرید برید پاپیچ اسد مرتضی بشید. سید مرتضی همونی بود که از اخراجیا معراجیا رو ساخت. خدا رحمت کنه میرزا رو. همیشه میگفت ندیدی و نشنیدی که خیلی از مجید بدتراشا یه شب هر شدن و خیلی هم از من و تو بیتراش یه شب خر. فاصله حریت و خریت همش یه نقطه. شما هم جزو دسته اخراجیایی؟ بله، هممون یه جورایی اخراجی هستیم دیگه. از وقتی بابامون آدم رو از بهشت اخراج کردن. مهم اینه که مثل بابامون آدم باشیم. ببخشید. الو؟ الو سلام عرض میکنم جناب استاد هاشمی. علیکم سلام. امرتون. بنده صدا و سیما تماس میگیرم خدمت. آها شما این نشناختمتون. آقا این چه وقت پخش این فیلم بود؟ شما برداشتید از این همه پیغمبر جرجیس رو پیدا کردید؟ جرجیس کدوم به قربونت برم؟ اونم یه آدمی مثل شما از خودتونه. لا اله الا الله. من الان حرف بزنم شما فکر میکنید میخوام سنگ خودمو به سینه بزنم؟ اصلا این حرف نیست. حالا میفرمایید من چی کار بکنم؟ شما بفرمایید. نمیتونید تا آخر شب آگهی پخش بکنید. حالا شما میگید من بیام اونجا چی بگم؟ خب تشریف بیارید. بگید این بچه‌های دسته اخراجی کیا بودن؟ آقا اگه از من میشنوید اصلا بیاد در مورد همین آقای حاج آقا صالح حرف بزنید. من مطمئنم جنجال میشه. برای خود شما هم بد نمیشه. به قول مجید سوزوکی خدا بیامرز ایول. شما به آهو میگید بدو، اون وقت به تازی میگید بگیر. ما اگه اهل این حرفا بودیم که الان روزگارمون این نبود. آقا من این حرفو نباید بزنم ولی آنتن زنده رو از دست میدین. دست شما درد نکنه. من از این آنتنای مفت و مجانی نمیخوام. آقا من پشیمون شدم از اینکه کاندید شدم. میفهمید؟ غلط کردم گذاشتم برای همین موقع. باقی داستانم خودتون پیگیری کنید. کجا؟ میرم یه جا 2 واحد شجاعت پاس کنم که حداقل سر حرفی که زدم بتونم واسطم. لااقل اجازه بگیر که اینا فکر نکنن آقازاده ای داری از رانت بابات استفاده میکنی بدون اجازه از کلاس میری بیرون. اجازه؟ بفرمایید. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خوبی. اگه اجازه بدید به اتفاق دوستانمون سری بزنیم به دنیای خاطرات این رزمندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که کسای دیگه باید بیان اینجا حرف بزنن، کسایی که بیشتر از ما هم حق دارن، هم به انقلاب هم به جنگ، ولی جاشون اینجا خالیه و هیچ وقت ازش حرفی نمیزنن. هیچ کسی بونا هیچ مدالی نداره. من فکر میکنم منظور دوست عزیز ما فرماندهان جنگه. فرمانده ها که همه جا اسکاش رو زدیم به اسکش عمل میکنن. ما به فرمانده ها چیکار داریم؟ ما منظورم کساییه که بعد از جنگ هم جنگش تموم نشده. برای یک رزمنده هم مادر بودن هم همسر. بله به نکته خیلی ظریف و قشنگی اشاره یک ضرب المثل چینی هست که ما مشهدی‌ها میگیم که زن بلاست، اما خدا هیچ خانه ای رو بی بلا نکنه. ظاهرا خانم‌ها از این قسمت صحبت‌های شما خیلی خوششون اومده. انشالله که خانمتونم در منزل قدردانی شما به گوششون میرسه. من می‌خواستم از لیلا آب دست بذار زمین بیارسم خودت اینجا. بله اجازه بفرمایید بندم برای خانواده شما آرزوی سلامتی میکنم. از لیلا ادب میکنم خدمتتون. الان ولی می‌خواستیم خواهش بکنیم که لیلا می‌کنی؟ خب بس بیا اینجا ازش قدردانی من می‌خواستم خواهش بکنم ازتون در مورد شب‌های عملیات و حس و حالی که بچه‌های رزمنده داشتن برای ما حرف بزنید. ما صبر کنیم، ما لیلا رو خبر کنیم، خیلی خاطره تعریف کنه. لیلا! بینندگان عزیز به یک وله توجه بفرمایید، در خدمت شما هستیم. معرفی میکنم خدمتتون همسر حاج مرشد. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
شما ظاهرا از پرسنل همین بیمارستان هستید. بله همینجا ما رو تور زد دیگه. واقعیتش اینه که اینقدرم که آقا مرشد میگن من خوب نیستم. هر کاری هم کردم وظیفه بوده. ما همه مدیون این آدم. بله برنامه خانواده شد. چه اشکالی داره؟ میتونیم ازشون خواهش کنیم از نحوه آشناییشون و ازدواجشون تعریف کنن. به هر حال اونم به دوره جنگ مربوط میشه. ببخشید اگه میشه اجازه بدین آقا مرشد تعریف کنه، من روم نمیشه. خدمتتون عرض کنم که ما توی یکی از عملیات‌ها مجروح شدم، بعد آوردنم تو همین بیمارستان. لیلا خانم خیلی به ما رسیدگی کردن. کم کم علاقه ایجاد شد و ما هم بهشون علاقه پیدا کردیم. کم کم دیگه رفتم خواستگاری شو و کم دیگه بعدش خودت میدونیم. بله بسیار عالی. مخباله کنی باز؟ نه میخواستم عرض بکنم که واقعا اون موقع ازدواج چقدر کار راحتی بوده و خانواده های ما باید سرمشق بگیرن از رزمندگان و نحوه زندگی، نحوه ازدواج. اونقدرم که شما فکر میکنی راحت نبود ها. ما 100 بار رفتیم در خونه شما، آمدیم هی رفتیم هی آمدیم، دیگه خسته شده بودیم. از آخر متوسل شدیم، دست به توسل پیدا کردیم. احسنت. گفتیم اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم لطف صاحب خانه را. گفت چی میخوای؟ گفتم در باز کن. گفت تا نگی کی از در رو باز نمی کنم. آی مردم منم مجبور شدم. گفتم لیلا در ما کن خوشی در ما کن هیچی در ما کردنه هیچه بله بینندگان عزیز به یک بوله میام پرده توجه بفرمایید، دوباره خدمت میرسیم. چرا هر وقت ما رو دعوت میکنه مردم گریه کنه؟ خب بخندن. آی گیرین و بشی جمع تاغار آی تو بال بن سوار خودت خالی و طرف داران آخر یه روز آواره ای کار تو جیغ و داده حزب تو حزب باده طرف داران میدونن کی به تو پول داده کی به تو پول داده. همه با هم عاشقی خوشگله مثل نگید اینو نگید کاندید ما حاجیه صالح اخراجیه کاندید ما حاجیه بگو شیشه ها رو بیارم پایین. سیرو حال شیشه‌های ستادو بشکنید بیارید پایین. آقا از کدوم طرف؟ ما شکونیم یا اونا؟ خره خب معلومه اونا دیگه. زود باش بشکنید از جهت اونا شیشه‌ها رو بشکنید. عباس میگم یک سن نبره مامور میگردیم فیروزنه میگردن خیلی باحال میشود. من کار سخت جنین همه این کارا رو فوتیا 3-4 تا هیچ انتظاری تشکر وگرنه میزدن الان تیکه پارمو میکرد. آقا بیشم به موقع رسیدی و اینه کتک مفصل خورده بودیم. قابل نداشت. ماشاءالله رو که رو نیست. هم بعد و بیران میگه هم سوار ماشین ستاد ما میشی. ماشین ما در اختیار تمامی ستادا میباشد. بله درست میگه آقا بزن. ما فلارجینایی هستیم. دقیقاً هر کی پول بده ما طرفدار اونیم. تموم شده رفت. ماگره بچن. یکی نیست به این خرمون بگه شماره چه به حاج گیرینوف که انقدر سنگشو به سینه میزنه. اینا خانم شنیدم که میخوایم با حاج آقا گیرینوف فامول بشین. آره پسر شکل باباشیه، درست این خربوزه‌ای که دوچرخه وسطش درسوده باشه. میگم به بعضی از این قوزینه‌های دیگه هم فکر بکنه بد نیست. استینوام مبارکه ببخشید اینا خانم ما جلوی شما یه
اصرار ادب میکنیم به آقای جیرینوف، ولی من همچین دیلم نیست به این رای بدم. شما که فکر میکنی آدم صلاحیت نداره واسه چی اومدی تو ستادش کار کنی؟ واسه خاطر نونه دیگه، واسه نونه، واسه بابا بس کنین دیگه این حرفا رو. قراره ما تبلیغ کنیم پول دراریم ها. تو راست میگی. بودو عجله کن، خونه دارو بسته دار. اگه جیری پولی داری جیری ورده بیار. کارش چیه؟ به جیرینوف رای بدی. جیریفتاری دارین؟ جیرینوف. جیری مسکن دارین؟ باید جیرینوف رای بدی. زنتون میخواید از شما طلاق بگیره؟ جیرینوف. میخواید با زنت آشتی کنید؟ دوباره جیرینوف. چجا مرز عزیز زحمت چش؟ مشکل کودی تو رو جیرینوف خودش حل میکنه. اینقدر کود داره و به همه کود میرسه. بودو کاندید ما حاجیه صالح اخراجیه. تیه کاندید محبوب داریم. کاندید محبوب دلها. حاج صالح زلزله محبوب هر چی دله. حاج صالح زلزله محبوب هر چی دله. حاج صالح زلزله محبوب هر چی دله. حاج صالح بودو با میلاجی فشارکی آمدن جمع کن. قرمزا کن. درود بر رزمندگان اسلام. مرگ بر آمریکا. مرگ بر تقلب برادر قبول باشه لباس شخصی بگو مرگ بر شاه. بگو مرگ بر شاه. بگو مرگ بر شاه. گیرینو حیا کن. قیافت رو رها کن. مارادت کن. بفرمایید شام در خدمت باشید. بفرمایید شام. قیچی قنشیکم تیز میکنی. خیار گوجه گیرینو به بالی چاق میکنی. همه چی رو آماده کردم، الان ایرانم میرسه. اون چیه؟ چی کار داری میکنی؟ اونو بده بذار ببینم. میگن دختر هووی مادره. خب یه نامه هم برای من مینوشتی. نگران نباش خانوم، برای شما مینویسم. قول دادی برام بنویسی ها. حتما. فلانو بدش، من میترسم الان ایران بیاد. نگفتم اومد. وابیلا حاجی بابای اخراجی. سلام بابا. من فکر کنم تا حالا برگشتیم بیمارستان. منتظر سرکار خانم بودیم. من میگم امروز نریم بهتر. چه خبره مگه دخترم؟ هیئت، پارتی، میتینگ، همه چی با هم قاطی شده. نه که دم انتخاباته. خب دختر ما تو کدوم دسته بودی که تا حالا ما را کاشته؟ دسته کدومه بابا؟ من فقط عکس میگرفتم اینجوری. بگو هلو. میگم آلو. خیلی خب من بعدا برمیگردم. قدیما دخترها بیشتر بابایی بودن. الانم هستم بابایی. بله دارم میبینم. اینا چیه؟ اینا هیچی، یه مفت عکس و پوستره. بابا حقیقتش من می‌خواستم همه چی برای شما بگم. فقط گذاشتم یه ذره حالتون بهتر شه از بیمارستان برگردیم. بعد انتخابات دیگه. بله دیر نمیشه که. آخه میدونی چیه بابا؟ شما مگه یکی از بیانیه‌هاشو خونده بودی؟ الان خودت هم دوست داشتی براش تبلیغ کنی. با این هیکل توپلونپلش انقدر هرس میخوره. میگه میخواد همه چی رو عوض کنه. یه عالمه طرفدار پیدا کرده. من امثال حاجی گیرینوفا رو خوب میشناسم. ولی تو چی؟ به همین حرفایی که میگی باور داری؟ چرا که نه؟ همه باور کردن. عکس‌ها و پوستراش همه جا هست، رو ماشینا، رو دیوارا، همه جا پر شده. امروز فیلمش که از تلویزیون پخش می‌شد ندیدین؟ تنهایی از تو میدون مین رد شده بود. خودش میگه همه ترسیده بودن، حتی رفیق شما هم مرتضی. سید مرتضی؟ حالا خیلی مونده نسل تو سید مرتضی رو بشناسه. امثال این حاجی گیرینوفا تو جبهه. ببین من فقط یه چیز ازت میخوام. درسته که خانواده حاج صالح اومدن خواستگاریت. در این مورد نظر خودته. ولی در مورد سیاست سربسته بهت بگم. دور این بابا رو خط اما من چی؟ حق انتخاب دارم یا نه؟ حاج صالح اونی نیستش که تو و بقیه دوستات فکر میکنی. فقط مواظب باشین. یه وقت خرمهره به جای
مروارید بهتون نندازم. یعنی همه اشتباه میکنن جز شما یه جوری دارین با من حرف میزنین که انگار من دارم برای یه آدم لیبرال ضد انقلاب کار کاش میکنم. همونطوری که تو میگی بود. اقلا تکلیف همه باش روشن بود. اصلا اون آدم خوب، برو سراغ یه خوبتر. چرا متوجه منظورم نمیشی؟ این که نشد، زورکی که نیست. خیلی خوب، باشه. من و پدرت تا الان چیزی رو به تو تحمیل کردیم، این یکی رو حداقل گوش میکردی. شما نه، ولی خیلی چیزا بهم تحمیل شده. من این اسپری انتخاب نکردم. فهمم از حماسه که اینا بهش مینازن از بچگی یه ریه خراب باشه. مردم و جوونا یا این طرفیان یا اون طرفیان. حرفی هم از سید مرتضی شما نیست. رفتی چند تا فیلم دیدی و چند تا مقاله خوندی بر من آراغ روشنفکری داری میزنی؟ اون آدما دارن خفه میشن تا شماها نفس بکشین. یکم احترام پدرتو نگه دار. حرمت بابا و نسلش جای خودش. کوچه‌ها به نامشون. حالا ما می‌خوایم آینده رو به نام خودمون بکنیم. شاید یه چیزی بیشتر از کوچه یه قطعه تو استرها به نامشون کردیم. بابا مردم بس که سرکوب شنیدم تو دانشگاه فرزند جانباز، فرزند شهیده. چرا باید ما متهم باشیم و اونایی که خودشونو بچه‌هاشون از خطر حفظ کردن طلبکار؟ حالا که دارن با زبون کنایه و دشنام باهامون حرف میزنن، این مملکت یکی رو میخواد که با زبان خودشون باشون حرف بزنه، نه اینکه هر چی گفتن و هر چی زدن تو سرش هیچی نگه. خیلی گستاخ شدی. همینجور به کارات ادامه بده تا حال پدرت بدتر شه. ای بابا، من میرم که حالتون خوب بشه، مخصوصا شما. ایران وایسا کارت دارم. مام برم کن دیگه. ایران جان یه دقیقه وایسا کارت دارم. وایسا مادر، حالت بد شد، بیا بریم بالا. ایران جان تو رو خدا وایسا. من توی این خونه اصلا نمیتونم حرف بزنم. مامان نمیخوام، من میاد حال شما بهتر بشه. نه دیگه گفتم ببین این تویوپو بعد بذار تو اینترنت. حاج آقا اون فیلمه که میذارن تو یوتیوب اسم یه سایته که معمولاً هر کی هر فیلمی که داره زرتی میذاره تو یوتیوب. هر جا میخوای بذار، فقط مردم ببینن. همین. رو دست کم گرفتی شماها. من کلی ازش تکثیر کردم، دادم صلواتی و رایگان تو هرچی مسجد و نماز جمعه این هفته از پخش کنن. چرا انقدر مضطربی؟ حاج آقا یه تلفن شد، فکر کردم مزاحمه، بعد فهمیدم ننجونتونه. الان میاد هم منو هم شما رو. ای وای،
بذار یه کال بزنم تا نیمده سه تا رو سرمون خراب کنه. مادر جون سلامون علیکم. علیک سلام. ببینم اون خراب شده مرد نبود فردا رو تلفن من جواب بده. این دختره کی بود با این اشوه های خرکه؟ تو فیسبوک نوشته بود ولی من باور نمیکردم. مادر جون فیسبوک نه فرسبوک. شما به عنوان مادر یک سیاستمدار نباید جملاتو غلط بگی. حالا هرچی بود به جای این کارهای خاک بستره اینه بذار کنار برای مردم کار کن. خانم اون حجابتو درست کن بالا غیرتن. اون شراره های آتیشو بکن تو. از من نمیترسی از گشت بترس. از گشت نمیترسی از خدا بترس. آخه یه خورده جنبه آزادی داشته باشین. ببخشید آقای ادب نشده باشه چون پیرزنه هنوز با شرایط روز آپ تو لیت نشده. مادر جون خوب بود؟ باریکلا به اون غیرته. یاد جوانیت افتادم که به همه تذکر میدادی. والا مادر جون بنده الان هم تذکر میدم. از صبح تا شب دارم تذکر میدم. منتها دور زمونه عوض شده. اون موقع وقتی جلوی موهاشونو میپوشیدن دیگه پشتش معلوم نبود. الان جلو رو میپوشونن عقب میزنه بیرون. عقب رو میپوشونن جلو میزنه بیرون. مکافاتیه. ولی شما چیکار به موهای مردم دارید آخه؟ حاجی هرچی زنگ میزنم به هوشنگ جواب نمیده. نکنه طورش باشه. نه بابا الان دنبال این کاروان هاست با این برای بچه هاشون. کاروان کدومه؟ داشت تلفونه به دوستاش میگفت میخوایم بهتره کنیم. نکنه برای خاطر کار تو بره کارهای فشارکه بره کارهای تروریسته انجام بده. فکر نمی‌کنم از این جربوزا داشته باشه. من نمیدونم این بچه به کی رفته. به باباش که نرفته که همینجوری بره تو میدون پیداش میکنم میگم بهتون کال بزن. حالا که میخواست کال بزنه بگو رسیده بزنه. این بهتر از اون. خیلی خوب eğer رسید میگم بزنه. فعلا بای. Güzelliksen havasan, hezar derde davasan. Güzellikler çirtlesi, yaman gözler pırtlası. Güzellikler haçaklar, yaman gözlere bıçaklar. Göreni bileni, nezara getireni, inin cini, perin perzadi. Tabbağın farklı famili, tabbağın dövre beri. Tamamı el tayfası, hamının gözü çirtlesi. Rübüler balası, sükular balası. İnver tabbağ, unver tabbağ. Ucuna. Herkes görüp bilip, nezara getirip onun gözü çirtlesi. حاجی گیرینو رای گردست انشالله. خودم میدونستم حاجی گیرینو رای میاره. بی خود پول دادم. بر چشم بد لعنت. بر این طرف نهلت. بر اون طرف نهلت. بر طباق و دار دستشم نهلت. نه شما بفرمایید. نه نمیشه لیدیز فرست بفرمایید. نه دیگه تو که همه رفتی عکسم چاپ کردی برو دیگه. آب ایشون رای بده. امروز اینجا نه قرمز نه آبی یه پارتی ببخشید یک میتینگ سیاسی. همچنان که میبینین امروز پسر رقیب ما با اینکه قرمزن با نامزدشون در خدمتشون هستیم. پیام جمهوری ایران زمین به شما اینه که با هم دوست باشین، متحد باشین. نمیدونین من چقدر شما جوونا رو دوست دارم. شاد باشین. حالا مهربونه آقا بزن چهار ضربی پدر مادردار. آزادی اندیشه بدون قر نمیشه. Tabbagh and his wife coming soon. تو به من رای میدی همه چی معلومه. تو به من رای میدی من به تو حال میدم. من به تو حال میدم. تو به من رای میدی دیگه رو دادم چند تا بود کنه داری؟ چیکار میکنی؟ بابا حاجی گوشتو جواب بده. همیشه میاد اینجا ها 10 بار زنگ زده. الو سلام علیکم. معلوم هست کدوم گوری هستی شما؟ کدوم گور که دنبال گور کار شما؟ دنبال کار انتخاباتی و تبلیغات شما دیگه. این قضیه ترکوندن و مرکوندن چیه؟ چیو بهتر کنی؟ پدر جون دارم جوون جذب ستاد انتخاباتیتون میکنم. حاجی خب بفرمایید. واقعا خالی بود. انقدر حال و هواش خوب بود که احساس میکردم وسط بهش هستم. ببین آقا نورالدین گفته باشم من راضی نیستم که بعد از انتخابات با این قرتی مرتیاتو رفت آمد بکنی. فقط همین چند شب یه جوری شیرشون کن که بیاد تو خیابون بوق بوق کنن که ما از اونا عقب نیفتیم. همین. چشم جون برای رضای خدا این کارم انجام. میگم با ایران هستین دیگه؟ آره
بله. چی میگه؟ میگن که با ایران خانم هستی. میگم بله، تو عکسایی که نگرفت. بگو ایران سلام میرسونه. ایران خانم خیلی بهتون سلام میرسونه. میگم بگو با باباش صحبت بکنه که تا دیر نشده راضی بشه. باباجی اینجا خیلی شلوغه. من میام بیرون به شما کال میکنم. خیلی خوب. سیو. بفرما. میتینگی اما تالی همچی میتینگی نداشتیم. بمونی یکم جوانگرایی کنیم. پست آدم دیدی دم در آوردی. تو نمیخواد من ارشاد کنی. اون خل با رای آتیش بده تو یک کانکو برسم تو مطبخ دوباره سیخ و سبایی بسازی ها. من فعال مدنی هم در زمینه حقوق زنان. خلباری آتیش اونا بودن که شما رو آتیش زدن. خواهش میکنم الان وقتی این حرفا نیستش که دکتر. الان وقتی یه چیز دیگه است. تماس رو بگی. میگن که بعضیاشون هی فنا دیگه نمیان تو میتینگ ما. یه فرجه بدی. چیه سیاست این حرفا رو بر نمیداره. ما باید برای آرمانمون قربانی بدیم. خدایا این قربانی ها رو از ما بپذیر. همش به خاطر مردمه. بعدن که رأی آوردیم جبران میکنیم. الو برادر منکرا، من دباغ کاندید هستم. گوشی خدمتتون با منشی من صحبت کنید. منشی باباته. جد باباتته. الو برادر، سلام علیکم. برادر من از ستاد انتخاباتی دکتر مهندس دباغ تماس میگیرم. برادر بیایید ما رو از اینجا نجات بدید. یک عده جوان منحرف از خدا بیخبر دارن رفتار تهاجم فرهنگی میکنن، رفتار ددمناشی. ددمنشانه خانم چرا اینجوری میگی؟ همون. بله آقا، من از شما خواهش میکنم تشریف بیارید یک اکیپ گشتم بفرستید اینجا. بله خواهرم توش باشه. ضمن بیشتر خواهراش بیشتر. جفا میام تو حالتا. ممنون میشم. التماس دعا. همه چی آرومه، تو به من دل بستی. این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن. شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی جناب دکتر صدیق خانم. مرگ. عذر میخوام نوشی خانم. من یه بیانیه‌ای دادم به سایتا که 2 محور داشت با اجازه شما. اولیش قربان محکومیت حرکت‌های مطربانه یه سری از این طرفدارنماها و برای بچه‌های نفوذی به ستاد بود قربان. دومیش همدردی با خانواده‌های دستگیر شدگان بود و تقبل جریمه نقدی بدل از شلاق رفتارهای خاک برسری. چه بیانیه خوبی دادم ها. باید 2 بنده دیگه به این اضافه کنم. 1 تشکر قدردانی از برادران نیروی انتظامی به خاطر سریع عمل کردن و گرفتن مفسدین. 2 محکومیت برادران نیروی انتظامی به خاطر ورود به مجالس سیاسی و ستاد انتخاباتی. عجب درایتی. آفرین. جوانای مردم رو جوگیر میکنین، به تیشان میندازینشون. چه میدونم پارتی واسهشون میگیرین. از اون طرف زنگ میزنید نیروی انتظامی، لوشون میدید. از نیروی انتظامی تشکر میکنید. بعد زنگ میزنید ازشون شکایت میکنید. بعد بیانیه میدید. بابا شماها چه مارموزایی هستین؟ صدیقا این که مارموز بازی نیست. این سیاسته. به قول آقای جباریان که ایشون هم از ماکیاولی نقد میکنن که باید ما از پایین چانه بزنیم، از بالا فشار بیاریم. عذر میخوام دکتر برعکس گفتید. فشار از پایین، چانه از بالا. حرفی خاک بر سری میزنی همش. حالا این فشار از بالا پایین یعنی چی؟ یعنی خانم مردم بریزیم توی خیابونا، از بالا هم خودمون بشیم حرف بزنیم، گپ بزنیم، چونه بزنیم و امتیاز کسب بکنیم. الله اکبر. بیچاره مردم. شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم. پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، همه چی بزنن خونه ما چی؟ حاج آقا سلام علیکم. یه 2 جیم مورد گرفتیم، میگن از دوستای شما. ماشینای من؟ کیش میشی؟ بفرمایین باباجیم تو جنگ فرماندهشون بودن. اسمش؟ دکتر محبی. کدوم محبی؟ خیلی معروفن. حاجی گرینوف. از حاجی گرینوف خودمون. پسرجون بابا تو خونتونم فرمونده نبوده، چه برسه میدون جنگ. شنیدی حاج آقا؟ دکترم شده. از این دکتر مکاتبه یا. حاج آقا لطف کنین بیاین اینجا. از 1000 جا دارن زنگ میزنن سفارش میکنن. نگرشون دار تا بیام. خداحافظ. قربون شما. خب باباهای شما چی کارن؟ تشنه چشماتم منو سیرابم کن. منو بالالایی دوباره خوابم کن. بگو این آرامش تا ابد پا بر جا
خوشحالم پیشم هستی حالا به خودم میبالم تو به من دل بستی از چشات معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آرومه. همونطور که وعده داده بودیم شما هم اطلاع دارین در این لحظه برنامه مناظره دو نامزد انتخاباتی رو خواهیم داشت که تا دقایقی دیگر تقدیم شما خواهد شد. حاجی بیا ما رو تو این مناظره بیخیال شو. دورو بپیچون به طرف حاجی گیرینوف. اون وقت این مناظره دو سربرد میشه. حرف مشاور منو گوش کن. این به هر کی مشاوره داده ساقط گرم و صمیمیتون این عزیزا رو همراهی کنید. شما به من رأی میدی از چشمای تک تکتون معلوم. ای کاش سیاستمدارای ما مثل شما بودن و قواعد بازی رو میدونستن. راستش من اومدم از یه نسلی حرف بزنم که برای من و شما فدا شدن و وسط بازی جر نمیزدن به بهانه اینکه نمیدونم همسنگرم مریضه. همین الان توی آمبولانس داره پشت ترافیک بازیای این آدما تلف میشه. این شد حد اگر این کارا رو نمی‌کردن این جنگ 8 سال طول نمی‌کشید. اگر ایشون و امثال ایشون خارج از کشور تشریف نداشتن و با هم قطارای من به خط مقدم میرفتن واقعا شاید جنگ 1 ساله تموم. اگر شخص بنده بودم همون بعد از فتح خرمشهر جنگ رو تموم می‌کردم. ما که سر یه نه دعوا نداریم. اگر ایشون با همین روحیات به خط مقدم میرفتن اسمی از ایران ما باقی نمیمونه. ما رو جنگش هم حرف داریم. من برای همرنگی اومدم، اما اگه قراره منم بیام و یک رنگ دیگه به رنگ‌هایی که اینجا هست اضافه بکنم همون بهتر که نباشه. رنگیابی میبینی یاد چی میافتی؟ یاد کیسه توپ تانک فشفشه دباغ کیسه کشه. توپ تانک فشفشه دباغ کیسه کشه. میتونم ازتون خواهش کنم علیه هم شعار ندی؟ مگه شما نمیخونید کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ چاره درد ما چیه؟ ما باید با هم یک رنگ باشیم. مگه میشه یار دبستانی زیر یه سقف باشن همدل نباشن و حرفشون یکی نباشه؟ اما حالا که جنگ شده و به هم داریم میپریم اجازه بدید من برم به همون کسی برسم که قراره اگر جسمش نیست اسمش باشه. متشکرم. خواهش میکنم. متشکرم. ممنون. حالا انصراف برای چی؟ میدونی حاجی خدا وکیلی کم آوردم. شاید اشتباه کردم اصلا وارد این میدون شدم. حالا تازه فهمیدم من این کارا نیستم. واسه 2 تا دونه رأی باید چه کارایی بکنم. اجازه بدید همون دوزار آبرو و احترامی که داشتم از دوره جبهه و جنگ برام مونده سر جاش باقی بمونه. حالا باید دید آبرو مهمه یا وظیفه. خدا بیامرزه میرزا رو اینجور موقعای شعر میخوند خیلی خوشگل بود حاجی. از پی رد و قبول عامه خود را خر مساز، زان که نبود کار عامی جز خری یا خرخری. گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. ای بابا دیگه تکلیف ما روشنه دیگه حاجی جون. من پشت خطم دکتره، بعداً زنگ میزنم. مرحمت زیاد. سلام دکتر. حسین سلام. چی شد اینا رسیدن؟ نه بابا هنوز نرسیدن، حتما تو ترافیکن. شما هم نمیخواد بیای. نمیرسی به مناظره ها. ای بابا اون مناظره که یه جورایی به هم خورد. من خیلی نگرانم. خانمش میگه خیلی حالش بد بوده، درسته؟ آره متاسفانه مثل زیاد حالش خوب نیست. حالا دکتر کامران به اطلاع. بهت زنگ میزنم. خداحافظ. دکتر کامران به اطلاع.
چرا دیر کردی؟ چیکار کنم اوضاع رو ببینید چه خبره بیرون؟ فشارشو گرفتین؟ بله دکتر، 75. ریت پایینه دکتر. اینان چون کبوتران پر عشق گشودند و فریاد وصال خویش سرودند، آنان که شیران روز بودند و زاهدان شب و نور ایمان به رخسار ایشان پرتافکن بود. با ما باشید با برنامه زنده و مستقیم یک عکس یک خاطره که به صورت مستقیم تقدیم شما بزرگواران می شود. با ما باشید. سلام. سلام. بابا هستن؟ باشه. سلام علیکم خواهر صدستو، حال شما خوبه؟ بفرمایید تو دلت شاد رسون گشتید. آقا برادر بفرمایید. آقا بفرمایید. بچه ها برین دیگه، بریم خونتون. خواهر صدستو ما خیلی خوش اومده. بفرمایید تو. چیه اینا میندازن اینجا؟ این همسایه‌ها نسون ارته ها. آقا این چیه اینا رو همسایه‌ها میارن میندازن اینجا؟ یه بار دیگه دیشتون رو بندازید پاره میکنم ها. کار همین یعقوبی ناس هم بزنه. آره هی میخوان به ما تهاجم فرهنگی کنن خانوم. مال ما نیست. چند روز پیش هم سالوادور رو گذاشته بودن دم در. این بچه‌ها میرن بیرون نقاب آنالیا میدن. خب بینندگان عزیز، فکر میکنم که ارسال گزارش با یک نقص فنی بله نقص فنی چی؟ به دلیل آلودگی هوا و تأثیری که این آلودگی روی امواج گذاشته نقص فنی پیدا کردیم. حتما بعد از برطرف شدن نقص در خدمت شما هستیم. بله. حاج آقا کیه؟ نه با من؟ بسل کن. آقا سلام علیکم. بله. نه فکر میکنم اشتباه شده. آقا الان پشت خطن. الو. بابا این برنامه چیه پخش کردی؟ شما کجا رفتید؟ طبق آدرس اومدیم اینجا ولی اصلا اینجا شرایط مناسب فیلم برداری نیست. مگه قرار نبود برید خونه آقای بایرام گودرزی گودرزی؟ ببخشید. برادر شما برادر گودرزی هستید دیگه؟ بله بابا بایرام گودرزی معروف به بایرام لودر. برین از همسایه‌ها بگو آقا خاطرات مربوط به جنگ. منو بدبخت کردید شماها. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و عذرخواهی می‌کنم بابت نقص فنی که برای ما ایجاد شد. ما در خدمت برادر بایرام از گروه اخراجی‌ها هستیم و قراره که مصاحبه خصوصی با ایشون و خانواده محترمشون داشته باشیم. با ما باشید. مجید تو بابا اینو دیگه نخور، دلت درد میکنه ها شب. اینا رو چی میذاره بخره؟ ماشاءالله. اینم بچه خودتونه؟ بچه منه مجید، عشق مجید، اسمش هم مجیده. البته اینی چی بودن دقیقا عزیز مشاهده میکنن؟ اینی فقط نیستن. دوتا هم تو حیات بود مشاهده کردن. دوتاشون هم مدرسه هست. دوتاشون هم که انشالله بعدا مشاهده میکنن. سنگرافو گفت و قلوه انشالله. بایرام پیستی بابا. میبتی؟ برنامه لایف دیگه نمانده. خواهر صدست ما بیشتر به حرف آقای دکتر توجه کردم. ایشون قول داده هر بچه 1 میلیون بده و خدا رو شکر. آره انشالله اگر بشه 45 تومن. حالا هر چقدر 40 تومن بدید دمش کرد. من حساب کردم اگه 10 تا بچه داشته باشم میشه ماهی 400,000 تومن. دیگه کار نمیخواد برم که میمونم به خانم کمک میکنیم بچه تولید میکنم. الانم من خودم کاندیدم کردم ها. میبینی که الان موقع انتخاباته ولی فکر کنم صلاحیت همه رد بکنن. نمیدونم. اینم آرممه. خواهر اسمه به آقا فروردار بگو اینی نشون بده. اگر رد جنبور بشم نصف خیابانای تهران اضافه است. میدم شخ بزنن، ذرت بکنن، با جندون بربره تولید بکنن. ترافیک هم مشکلش حل میشه. متوجه تنها نون نمازیش هیچی. رایگان دست مردم. خانه بوده ها بودی. ما در واقع می‌خوایم مروری داشته باشیم بر برنامه‌های جنگ. لطفاً وارد سیاست نشید. بایرام مثلا بگو فیلم نگیرن دیگه بس. خانم بفرمایید ما پشیمون شدیم. بفرمایید. چرا؟ نه. شوهر من جنبه نداره خانم. شلوارش 2 تا میشه 2 تا عکس ازش چاپ شه نمیخوام. چی؟ مگه هرچی معروف میشه 2 تا شلوار میشه. درسته خانم صدست ما. اینی من بگم اون فیلمی که امریکایی درست کردن نجات سرباز بایرام. ایسولوری فیلمش درست کرد. از روی داستان زندگانی من درست کردن. تو جیپه بودم. نجاتی سرباز بایرام. همون فیلمی که کشتی هست بزرگی خیلی بزرگی. وسط نیست میشه
یه کارهای غیر مجاز مورددار میکنن تو کشتی. بله، منظور برادر بایرام فیلم بلدی به سوی ساحل هستش. ما فکر کنم اشتباه میکنم. اون بلم هم کوچیکی دمزیم، از مینیبوس هم کوچیک‌تره. ولی اون تایتانیک به اندازه 25 تا اتوبوس. اون کجا این کجا اشتباه میکنم. سلام علیکم. برادر بایرام. جانم. آقا بایرام. چی میشی خانم چیه؟ میخواستم که شما برای بینندگان عزیز ما از خاطرات معنوی اون زمانتون تعریف کنید، از همرزماتون. من اینقدر خاطره دارم، اینقدر یادگاره دارم، اصلا یک کموت خاطره یادگاره دارم اونجاست. بله، پس الان ما روی آنتن هستیم، شما میتونید به ما نشون بدید؟ من روی آنتن نمیتونم برم نشون بدم، سنجیرم میخورم زمان آنتنمون خود همسایه‌مون میاد همیشه درست میکنه. نه، منظورم اینه که ما داریم پخش میکنیم. بفرمایید. بریم پخش؟ بله بفرمایید. خانمم بد بیاد. بله. بیایید با گشودن گنجینه خاطرات از این داشته‌های متبرک و معنوی غبار زمان را پاک کرده و زلالی زندگی آنها را مروری عارفانه کنیم. مرورش فهمیم. خواهر صدام بفرمایید مرورش کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم توقف کنید. بله، همونطور که از صبح برین اون برای چی دیده بشه. بله اجازه بدید. میشه لطفاً همون صندوق خاطراتتون رو بیارید؟ اینو نشون بدید. متشکرم، مرسی. ولی شما اگر لطف کنید همون صندوق خاطرات رو بیارید. زحمت کشیدم اینا رو میدین. بله خیلی زحمت کشیدید. بود جمع کرد. برین چنین. متشکرم. این چی مجازی که؟ نه میدونم. بله. بله. از تلویزیون پخش میشد. منم دعوت کردم برم، خانمم گفت نرو، هویت نداری. حالا قرار شده خود. بله. حالا اگر میشه خواهش می‌کنم بهشون بگین صندوق خاطراتشون رو بیارن. آچ بایرام. آشتو میگه. هر دستم توجه. بله بینندگان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید گروه اخراجی ها حتی قبل از اینکه در جبهه‌های جنگ جون خودشون رو به خطر بندازن، در سطح شهر هم از اراذل و اوباش اینها رو از اراذل و اوباش گرفتید دیگه، درسته؟ نه خیر، اینا مال خودمونه. ببین مال داشت مجید. مال مجید آقا پنجه بخورد. ببخشید با این اوضاع و احوال بگیرید. انگیزه شما از رفتن به جبهه چی بود؟ والا انگیزه معنیش رو هنوز نمیدونم، ولی اون چی مثلا بخواد برای چی رفتیم این خواهرش میره توضیح میده. اون ددای مجیدی. عاشق oldu کدی. عاشق شدش. نه الله رحمت رسول مجیدی. اونو دوست داشت. با من گفت که من چیکار کنم، گفتم بیا با ما بریم جیپه اصلاح بشه که بیا بره ازدواج کنم. رفتیم جیپه. ولی رفتیم اونجا انسانیت واقعی رو اونجا دیدیم، مردانگی واقعی رو اونجا دیدیم. این که آدم جونشی به خاطر رفیقش بده اونجا دیدیم. الان نمیدونم چرا اینجوری شده، همه هم دروغ میگن، همه دنبال اینن کلا سر هم بذارن. خیلی دلم میخواست دوباره 20 سال برمیگشتیم به همون دوران، چون الان اگه شوری الان رو داشتم از اون موقع خیلی استفاده میکردم، خیلی لذت میبردم. ولی اون روزا من فقط دنبال این بودم که شربت شهادتی نخورم، ولی الان میدونم خوش با اون که خوردم. بله بینندگان عزیز، با هم دیدیم و شنیدیم خاطرات برادر بایرام رو. پس میریم سراغ بقیه برادران اخراجی. با ما باشید. من که نمیتونم با شما باشم، کار من زن بچه دارم. چله میخنده. نه من نمیدم باشی، ناراحت نشو، خودش درمان میره. از آسمون داره میاد یه دست هوری، همشون کاکل به سر گوگوری مگوری. افتاش خانم با اجازه شما. چطوری؟ سردار خوبی؟ حالم خوب نیست سید. مثل اینکه وقتشه. نوکرتم سردار، دست بردار. وقت چی؟ ایران نگرانشم، تا دیر نشده باشه حرف بزنم. پیداش میکنم، مطمئن باش. من میگم یه مقدارش هم تقصیر خود ماست. ما راستشو به این نسل نگفتیم. راستشو گفتیم دوکی جون، همشو نگفتیم. اونم به خاطر نجابتمون بوده، به قول رفقا خواستیم ریا نشه. سید تا دیر نشده تو خونمون، تو جبه. من میگم جاش کجاست، شما خودت اذیت نکن.
خبر؟ سلام عرض کردم. موندنیه؟ بابا این تفلی صبح حالش خوب بود، انقدر وخیم نبود. قربان شما که تا اینجا تشریف آوردید یه توکه پا تشریف بیارین تو برنامه در مورد همین بنده خدا حرف بزنید. تصویر همین بنده خدا رو بگیرید، زیرش بنویسید بدون شرح. الو عمو جان، ایران گوشی رو برمی‌داری؟ عمو جان من باید حتما باهات حرف بزنم، میدونم عصبی هستی ناراحتی، اما الان وقتشه که یه حرفایی رو بهت بزنم. تو باید یه چیزایی رو بدونی عمو. ایران عمو جون هستی؟ چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ اومدم ببرم داشتی کنون. نعوذ بالله، من باید اینا رو جلوی یه کرور آدم بخونم؟ صلاحه حاجی، شما که نمیدونین اون طرفیا کیو آوردن. با نوح و سرودای قدیمی هم دیگه نمیشه جوون جذب کرد. اونا هر کیو رو میکنن ما باید یه آسش رو کنیم. شما که هنو اینا رو صاف و صوف نکردید که. گفتم که جونمو بگیرید ولی ریشمو هرگز. شما دوتا تا حالا هر چی که گفتید، هر کاری که کردید، هر سازی که زدید من باش رقصیدم. ولی این دیگه جزو خطوط قرمز ماست. به حرف مشاوراتون گوش نمی کنید. بعداً اگه رأی نیاوردید گردن ما نندازینا. نگید چه میدونم خوابم برد، حریف برد از این حرفا. حالا بفرمایید که مردم منتظرن. بفرمایید. حاجی زودتر تمومش کنین. باید نمازم بریم مسجد محل. گفته باشم این کارا از من بر نمیاد. من خیلی هنر کرده باشم تو ختم فک و فامیل یه دهن خوندم. این کار من. کار زیادی نمیخواد. فقط باید لب بزنید. خجالت بکش. قباحت داره. قباحت نداره که چیه؟ باید به چی بزنم؟ چیو به چی بزنید؟ لبو. حاج آقا منظورش اینه که پلی بک شما باید ادای خونده رو در این لب. خیالم راحت شد خانم. ببینید سرود باید انقلابی باشه و محکم. بله. و کوبنده. کوبنده. چرت و پرت تحویل من ندن. چشم حاج آقا چشم. خدایا تو شاهد باش. من همین کارا رو دارم برای مردم میکنم. بفرمایید. با سلام گروه سرود ستاد سلطان قلبا همین حاج آقا گیرینوف شروع خودش را آغاز میکنه. تقدیم میکنم. همه میکنه. حاجی گیرینوف بدون بالا ببین پارتی کلوف دوچی گیرینوف همین بری همون بری میگی منم با دو جنا ببین حاجی گیرینوف میخوام بیام دم ستادتون زحمت بشه میخوام بشم هوادارتون قبول باشه انشاءالله میخوام بیام دم ستادتون میخوام بشم هوادارتون میخوام بیام تو حزبتون نکنم میشه حاجی اگه نمیاری همه چی هم میشه میشن برات دادنی ستاد داد میزنم تو هرچی بخوای. نمه اگه رای بیاره حاجی گیرینوف سنگ تمام میذاره. نمه اگه رای بیاره حاجی گیرینوف سنگ تمام میذاره. نمه بیا تو کنارم حاجی گیرینوف توی تاج سرم. رئیس باید حاجی باشه، خونشم که باید تو دیباجی باشه، ماشینشم که باید فراری باشه، تریپشم که نگو باید فشن باشه. گیرینو باید رئیس باشه. حالا با میشیم میایید و پیش ما رایتو میاریم میدیش ما همه رو میکنید تو کش ما اینجوری میشه رئیس ما. حالا نمه اگه رای بیارم برای همتون سنگ تموم میذارم انشالله. اگه رای بیاره حاجی گیرینوف سنگ تمام میذاره. آب داده آب حیثیتت رفته. چی آب داده؟ بند آب داده پسر گلت منکرات گرفته. منکرات گرفتنه؟ بله. به جای مزخرفات برو ماشین رو بنداز بعد بریم منکرات. حاج آقا یه دقیقه وایسا من باتون کار دارم. چیکار داری دخترم؟ میخوام در مورد یه مسئله خیلی مهم باتون صحبت کنم. آخه تو این هیری بیری وقت صحبت کردن عزیز من. بیا دنبال من بیا تو ماشین با هم صحبت کنیم. را بیا الان نوبت دیدار با هنرمندان. حالا کی آوردی من باش عکس بگیرم؟ یه هنرپیشه آوردم آس. ستاره است؟ سوپر استار این مملکته. چی هست؟ خب دیگه باید تو کهکشان راه شیری دنبالش بگردی. چیه؟ شهرهای اتادیه؟
آها فکر کردی چیزه شیلای فروزنده است؟ حدس بزن. نگار خدا داده؟ حدس بزن. بهنوش بختیاری؟ نه. چش دارید تو چرا فقط اسم زنا رو حفظی؟ چی شده؟ یه تا از 3 تا از اسم هنرمندای خانمون مردم. چی شده؟ جدا بده تو بیارم دیگه خودتو بیارم. چی؟ رنگ چرخ خودشور کردی جلوی مردم بدی. ما آبرو داریم. باز زدی رونالدو داری هول میدی. قشنگ لبخند بزنی. مای لیدی. لبخند بزنی. مرگ. لیدیز فرست. بفهمید. صدی خانم بفهمید. دعوت میکنم از کاندیدای معروف متشکرم. دکتر ببخشید الان وقت خوندن نیست، وقت سخنرانیه. و اینک دعوت میکنیم از سوپر استار مملکت هنرپیشه معروف تشریف بیارن روی سن. تشویق بفرمایید. این کیه برداشتی آوردی؟ چرا بس کیو میخوایی؟ الان سردر همه سینما ها هنرپیشه نقش اول معروف همه میشناسنه. از شما انتظار داشتی کیو بیارم؟ نگار فروزنده لیلا و تو بهنوش بختیاری که خیلی خوب. این چی برداشتی آوردی اینجا؟ ایگوانا. این آوردم که نتیجه انتخابات رو پیش بینی کنم. سمت هر عکسی بره مشخص میشه که کی تو انتخابات برنده میشه. پس هر چی این بگه درسته. ایگو برو سمت عکس مهندس. ایگو تبریک میگم انتخاباتو بردیم تموم شد رفت تبریک کارش. میگم. تبریک میگم. تبریک میگم. تبریک میگم بهتون. تبریک میگم. از دومش معلوم بود به تو رای میدی. سلام علیکم برادر حسین. تقبل الله. مال شما هم قبول باشه. کاری که برای مردم باشه انشالله که خدا از ما میپذیره. ولی شما هم واقعا که ما دست تو دماغمون میکنیم شبنامه و بیانیه میدین و کفن میپوشین میان تو خیابون. ولی این آقای گیرینوف اگه 100 تا گافم بده زیر سیبیل یه جوری وردش میکنین. چرا؟ چون همریش شماست. این موتور سواراتو بردار منکرات ببین چه خبره. آقازاده آقا گیرینوف یه مش دختر پسر قرتی رو آورده بود به عنوان میتینگ سیاسی، داشتن حسابی قر میدادن و میجنبوندن حسابی. خدا رو شکر برادرای منکرات سر رسیدن و همشون رو برداشتن بردن شر این فسادو کندن. حالا چی شده؟ این راپورت حاجی گیرینوف رو ما میدی؟ من برای اینکه این مارموزک رأی نیاره حاضرم از همه چیز خودم بگذرم. برادر حسین تا اینجا یکی طلب ما، فقط حواست باشه دود موتوریات مردم خفه نکنه. و من الله توفیق. بچه‌ها همه داره منکرات. خب ایران خانوم، باباتون وقتی عکسای ما رو دیدن مثل که شما رو به توپ بستن بله؟ نه چیز خاصی نگفت، اما نمیفهمم بابام چرا اینقدر رو شما حساسه. طبیعیه، چون صمیمی‌ترین رفیقشون رقیب بنده است. نه درسته باهاش دعوام شده بحثم شده، ولی خداییش اهل رفیق بازی نیست. خدمت عروس گلم عارضم که سیاست پدر مادر نداره. ورود به عرصه سیاسی سخت‌تر از جنگ. البته اجرش هم بیشتره به خاطر همین دروغ و تهمت‌ها و افتراهایی که به ما میزنن. همین مسئله‌ای که برای آقا نورالدین به وجود آوردن. کاش شما باهاش بودی، نمیذاشتی بره تو این مراکز فسق و فجور. آقا هوشنگ به من نگفته بود کجا میخواد بره. آقا اینا همش کاری ستاد بحرانه. توش همه کاری میکنن. چه میدونم شعار میسازن، توطئه میچینن. لامصبا همه چیزشون هدفمنده. ای کاش شما هم یه چیز هدفمند درست میکردی. نه میریختی حسابشون. دیگه برای تو حرف درست نمیکردن. انشالله خداوند از شما هم قبول. واه
افواه و زق نبود. چقدر بی‌حیا. 100 بار بهت گفتم چشای صاحب مدت رو درویش کن. İsra'yı özünü gücünün ben deliyim bilesine de alabileyim. توی بیزه دعوت. Toya davet ele de. ببین پسر جان، یک سیاستمدار اگه میخواد کله نشه باید حواسش جمع باشه که 3 تا زیبش بسته باشه. یکی زیپ جیبشه، یکی زیپ دهنشه، یکی هم زیپ اینه. سومیش چی حاجی؟ خیلی بی‌حیایی پسر. می‌بینی ماما؟ حاجی گیرینوف نامرده میدونه مین بیاد وسط حاجی گیرینوف میلرزه حاجی گیرینوف میلرزه بدون هرچی مرده نگاه کن ماشین شهر دو هفته گیرینوفمون نرفته یه هفته دو هفته گیرینوفمون نرفته یه هفته. حاج آقا چقدر بهتون گفتم یه صفایی به اون سر و صورتتون بدین از این حرفا پشت سرتون در نیاد. ژیلا خانم دروغ میگن. بچه بود خودم میبردم. الانم روز 2 دفعه حمام میره. یه دفعه پیش از ظهر، یه دفعه بعد از ظهر. مادر جون براش حرف درست میکنه. ایشون منشی من هستن و در حد مسائل دفتری به بنده محرمه. بالا غیرتا وارد جزئیات نشی. من اگه این ژیلا خانم میبینم یواش یواش خودش محرم میکنه، جای اون منزلتونم میگیره. اجازه بدید. اون سونا و جاکوزی که بنده میرم عمرن اگر مهندس دباغتون رفته باشه، ایشونو بچگیاش فقط خزینه میبردن، فقط همونجا رو یادشه. متشکرم. اجازه بدید. من برای همین کار اومدم. بچه شما بچه منه. کار همتون رو درست میکنم. بفرمایید. شما که زودتر از من رسیدی؟ والا دیگه تلفن افاقه نکرد، گفتیم حضوراً خدمتتون برسیم. مثل اینکه گروکشیه. در خدمتتون هستیم. حاج آقا بله عزیزم. شما که آشنا داری تو رو خدا این جوونی کرده نادونی کرده ما رو از اینجا نجات بدید. شما که ماشاءالله اینقدر با سلیقه اید و لباس به این قرمزی تنتون کردید، آخه اون رنگ ابتذال چی به دستتون بستید؟ حاج آقا تو رو خدا شما نجات هم بده، من همینم میندازم دو. احسنت. باری کلا به این سلیقت، باری کلا به این اعتقادت. خانم بله. ایشونو جذب کنید برای ستاد. فقط ایشونو؟ بله. چشم. حاج آقا میگم حیف نیست این همه راه اومدیم خب همشون رو جذب کنیم دیگه ها. شما خفه. ببینید همین کارا رو میکنید که این برادران عزیز به شما گیر میدن. نکنید. حالا دیگه ما گیر میدی؟ ما سخت میگیری؟ حاج آقا یادتون رفته بهتون میگفتن حاجی گیرینو، برای که جوانای مردم نمیدونستن با پای چپ باید برن تو مسترا یا با پای راست، هی اخراجشون میکردی. حالا دیگه شما شدین آدم خوبه، ما شدیم آدم بده. خب حالا بگذاریم، گذشته ها رو نمیخوایم وسط بکشیم. بفرمایید بنده‌زاده ما آقا نورالدین کجا؟ حاج آقا تحویل بگیر. مرض. باباجی سلام. باباجی درد. باباجی مرض. پسر یه جعلق، این چه قیافه‌ای واسه خود درست کردی؟ باباجی خودتون گفتین این جوونا رو جذب کنم دیگه. والا از این بیشتر نمیتونستم. ببینید آقای کمالی، از صبح تا حالا چند بار به شما زنگ زدن که اینا رو آزاد کنید. عزیز من اگه این جوونا نتونن بیان تو خیابون 4 تا بوق بزنن که دق میکنن. آخه چی میخواین از این جوونا؟ بابا مصلحت اینه که باشون کنار بیاین. ما الان باید تنور انتخابات رو داغ نگه داریم. تنور انتخابات؟ چی مانکن و سوسن خانم پش میکنید و شلوغ میکنید و اینجور که شما دارین تنور انتخابات رو گرم میکنی نمه همه چی میسوزه حاجی. کمالی عزیز، مصلحت اینه که ما با جوونا کنار بیایم. مصلحت؟ هی بگید میتینگ بوده. قرص و کرک و کوفت زهرمار همه چی. اینم که مورد اخلاقی پسرتون آقا. بفرمایید. مورد اخلاقی؟ فریبا رو میگن نامزدم دیگه. نامزدید؟ خب نامزدشونه دیگه، اشکالش چیه؟ کی نامزدشه؟ ایران خانم، دخترم، من با شما بعداً صحبت میکنم. مشکل چیه الان؟ ایشون نامزدشه. بابا چی داره میگه؟ به خدا تقصیر من نبود. باباجی کاملا در جریانه. ما برای اینکه حاج رسولی اومدیم خواستگارید، من میخواستم که بعد از انتخابات بهت بگم که قضیه منتفی. واقعا ببخشید.
پسر یه جوالق آبرو بر من نذاشتی. تو آقازاده ای، الاغ زدم نیستی. حاج آقا بالا غیرتن اجازه بدین این پرونده رو من تکمیل کنم. حاج آقا اینجا چه خبره؟ چی شده؟ یه سوء تفاهم من برای شما توضیح میدم. از شما تعجب میکنم میرون خانم. ببینم پدرتون از کمالات این حاج آقا گیرینو چیزی براتون نگفته؟ عجب آدم توداریه این رسولی. دخترم ایران ایران گیرینو حیا کن سیاست و رها 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 گیرینو حیا کن سیاست و رها. پسر مگه ساندویچ دونونه است؟ دوتا نمزد پیدا میکنی، عاقل باش. اونا چی بود روی میز؟ بابا جی خودتون گفتین برو جوونا رو جذب کن. خب منم همین کارو کردم دیگه. گفتم برو کاروان تبلیغاتی رو بنداز. فکر کردی عروسی باباته، رفتی کاروان عروسی رو انداختی. می‌خواستی باباتو بکنی تو اجله. حاج آقا شما خودتون رو عصبانی نکنین. امشب مناظره داریم واسه قلبتونم بده. این دستور یا پیشنهاد؟ هرچی شما بگم قربان. بله من خداحافظ. به خدا این ضعیف کشیه. یه مشت جوون که قربونی ندونم کاریای هزارات شدن بفرستیم دادگاه، این آقازاده‌شو خلاص کنیم بره. این مصلحت مملکته یا مصلحت این بابا آقازاده‌اش؟ ببین رسول جان، این پرونده توئه. من مسئول بودم بیام اینجا اوضاع رو کنترل کنم، یه مورد اخلاقی سیاسی نشه. جایی تو بودم پسره رو ولش میکردم بره بابا. ولش نکنی باباش میره بیرون، یه چند تا بیانیه میده طرفداری از آزادی بیان و نمیدونه. فردم که آواز از سیاب افتاد، دیواری کوتاه‌تر از دیوار من و تو پیدا نمیکنن این سیاسیون. همه چیزو سر من و تو خراب میکنن. گفته باشم دیگه خود دانی. خب قربان انشالله که مشکل حله. من پایین منتظرم. بایزی شما. خداحافظ. همه خوب گوش کنن. میدونم خیلی از شماها ندونسته اینجا گرفتار شدین، اما میخوام یه چیزی بهتون بگم. اگه فکر میکنین که امامزاده شفا میده، اشتباه فکر میکنین. این بابا کور میکنه که شفا نمیده. همین الانم اگه میبینید اینجا بود، به خاطر آقازاده گلش بود، نه شماها. از 100 جا زنگ زدن سفارش اینو کردن. میگن تخم مرغ دزد نگهدار، شتر دزد ول کن. پدر مادرتون دارن اون پایین قصه میخورن، اما شما سنگ کسی رو به سینه میزنید که فقط فکر آقازاده‌شه. اینجور آدما مردم گفتنشون تا جایی که فقط براشون دست میزنی. اگه من نتونم آقازاده یه آدم دمکلفت اینجا نگه دارم، ضعیف کشی هم نمیکنم. برید، اما بدونید دارید سنگ کیو به سینه میزنید. ایول حاجی تاج سره ایول حاجی تاج سره حاجی تاج سره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکبیر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. حاج آقا تقلب الله. جنگ تا پیروزی. جنگ تا جنگ 20 سال تموم شده. اینقدر بگو تو یه جنگ دیگه تمومون آغاز بکنن. برای سلامتی عروس دوما برای سلامتی حاج آقا گیرینوف و خودتون صلوات بلند بفرستین. حاج آقا به زحمت بگو مردم یه همنگ جیبه بخونه برای حاج گیرینوف ایشالله رای بیاره. بگو اگه رای بیاره برای همه سنگ تموم میذاره. اگر رای بیاره برای هممون سنگ تمام میذاره. چشم خانم دعا میکنم. حاج آقا که شهر رو به هم ریخته، شما مسجد رو به هم بریز. لا اله الا الله. ببین چه بساطی درست کردی. سلام علیکم.
حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. تقلب الله. حاج آقا اجازه بدید من دست شما رو ببوسم. تسبیح منو بده عزیز من. تسبیحو بده. با چی حاج آقا تبرک گفتیم ببریم برای با منم. چی استفاده کنه تسبیح میزنی؟ عجب آدمی. حاج آقا ما یه عکسی چاپ کردیم که مبین ارادت ما به استالیه. به هر حال همرزم بودیم دیگه. گفتیم توشی بفرمایید که برای ما برکت داشته باشه. بنده که اصلا خاطرم نمیاد جنابالی با یه همچین لباسی با بنده عکس گرفته باشی. حاج آقا دیگه تکنولوژیه دیگه، اونو کارش نمیشه. با کش شلوار جیپه نمیره. فتوشاپ حاج آقا. حالا بفرمایید اصلا چطور شد شما به فکر انتخابات و اینجور چیزا افتادین؟ نون توش داره دیگه حاج آقا. والا حاج آقا از یه خواب شروع شد. من خوابیدم که توی میدونگاهی بزرگی هستم که مردم همه جمعن. یه پرنده‌ای داشت بالای سر همه پرواز میکرد. نگاه همه به این پرنده بود. این چرخید و چرخید اومد روی شان راست ما نشست. جلال خدا. من از خواب پریدم، احساس تکلیف کردم. خب حالا این پرنده چی بود؟ باز بود؟ چی بود؟ نمیدونم. والا باز و بسته‌ش من دیگه نمیدونم. لاشخور نبود حاج آقا. شما کاری ندارید اینجا نشستید. تنانیاشو خودت نوشتی از رجیلینو. چرا ما یواش یواش دیگه باید بریم کفشا رو تحویل بدیم. ما حاج آقا از موقعی که صلاحیتمون ثابت شد کلید کفش دارخونه مسجد داد به ما. به جای اینکه کفشم بیاد درست حاج آقا 7-8 شفتم هر شب اضافه میاد. علی ای حال شما تشریف بیارید دفتر، در خصوص این مطالب مفصل با هم صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. در بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی پرش بریده باشد. برادر کمالی حواست باشه، حواست جمع باشه. اینا وسط حرفای آدم چی بود؟ وله میرن. من حالا میخوام همینجا به شکل تلفنی از ایشون خواهش بکنم که از خودشون بیشتر برای ما بگن. ای بابا مگه مهمه کی باشم؟ فکر کنین یکی از این مفقود الاثرایی که دارین دنبالش میگردین. البته مفقود الاثرای ما که دیگه تقریبا تکلیفشون مشخص شده و همه رو شهید اعلام کردن. ولی من فکر میکنم بعد از جنگ تعداد مفقود الاثرها بیشتر شده که کم نشده. چطور مگه؟ خودتون دارین عکس و فیلماشون رو پخش میکنین، دارین دنبالشون میگردین، مسابقه گذاشتین. خب تا کسی رو آدم گم نکنه که دنبالش نمیگرده. توی دنیا بلافاصله بعد از جنگ قهرمانانشون رو پیدا میکنن و ازشون تجلیل میکنن. شما تازه دارین دنبالشون میگردین. همین الان هم یکیشون داره غزل خداحافظی رو میخونه. تا نمیرم یادمون نمیاد که یه همچون آدمایی هم بودن. امان از دست ما مردم مرده پرست. یه پیشنهاد دارم براتون. تا دیر نشده دوربینتون رو ببرین تو اورژانس همون آسایشگاه. اینجوری شاید گزارشتون کامل بشه. این حاجی کیرینوفو که من میشناسم پا میشه میده همین برنامه زنده. چرا که نره ما هم بریم عیادت، ثوابم داره. حاج آقا اجازه بدید تا شما صحبت میفرمایید من یک سری برم آسایشگاه یه عیادتی بکنم از حاج آقا رسولی، چون این دباغ دغل اگر ولش بکنی همین الان تاریخ رو و تمام جنگ رو به نفع خودش مصادره میکنه. من با عزتون خدا شما حاج آقا با عزت شما. آقا گوش کن، کاندید ما حاجیه، صالح اخراجیه. کاندید ما حاجیه، صالح اخراجیه. بر خرمگس معرکه لعنت. بر رقیب بی‌کیفیت هم لعنت. چی شده یاد جانبازا افتادی؟ اومدم ازشون تقدیر کنم از برادرای جانباز از 10% تا 180%. حالا چه یادت نبود؟ حالا آخر عاقبت لنگو بده. دباغ چی کارش میکنه؟ شیر چی کارش میکنه؟ دباغ چی کارش میکنه؟ آقای خواهش میکنم این حرفا در شأن شما نیست. من هماهنگ کردم تشریف بیارید تو صحنه یه مناظره رسمی داشته باشید. بفرمایید خواهش میکنم. آقای دکتر در جریان باشید این میکروفونی که براتون نصب شده شما هم همینطور صدای شما رو به شکل مستقیم از تلویزیون پخش میکنه، در سطح سالن و اطراف سالن هم پخش میشه. آقا ما کنفرانس ها در خارج داشتیم. بله واسه گاو و گوسفندا بله تو روستا. من میخواستم خدمت
پیروز شدیم. از چشاتون معلوم بود که به ما رأی میدید. دقت بفرمایید. من از اون آدمایی نیستم که شب بخوابم صبح پاشم ببینم جا تره و رأیم نیست. من از این دباغ کمترم. اگر به جای خوابگاه‌های زاغرت به هر کدوم از شماها یه ویلا ندم. دیگه ما بکنن منو ماسکت کردی. ملک تجاری نمیخواد پشت سواری. ببخشید من از همسران از ببخشید مشاورین محترم نامزدها خواهش میکنم که اجازه بدم مناظرت شروع کنم. خواهش میکنم لطفاً با سکوت و آرامش خودتون اجازه بدین که ما برنامه مناظره رو به شکل رسمی شروع بکنیم. خب آقای دکتر از شما سوال اجازه بدید. من برای یه کار ارزشی اینجا هستم. من اومدم رزمندگان قدیمی خودمون رو ببینم، جانبازان عزیزمون رو ببینم. نگن که ایشون داره از رسانه ملی سوء استفاده میکنه، استفاده شخصی میکنه. من نمیخوام این اتفاق بیفته. این حرامه، بیت الماله. ایشون نمیدونستن که اینا خبرنگار عکاس اینجاست که البته به خاطر بنده اومد. آقای مهندس اجازه بدید. اون ممر رو لولو برد که من جواب شما رو ندم. امروز میخوام همه چی رو بگم. پس شما بدونین که اون لولو بنده. خواهش میکنم اجازه بدید. خواهش میکنم. این حضور دوستان اجازه خواهش میکنم. حضور دوستان هیچ اشکالی نداره چون برنامه مناظره قرار بود به شکل رسمی در استودیو برگزار بشه. به خاطر تداخل زمانی با برنامه ما الان اینجا و با این شرایط داره برگزار میشه. من میخوام به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که به نظر شما آقای مجری اول باید از کاندید پیروز سوال کنیم. شطور در خواب بیند هم بدانه. بله خب هیچ اشکالی نداره. خواهش می‌کنم هیچ اشکالی نداره. زمان برابر برای هر نامزد وجود داره. شما ممکنه تعریف خودتون رو از آزادی بفرمایید؟ من اگر رأی بیارم، من حالا که رأی آوردم عزیزان من همه چیز آزاد میکنم. هر چیزی که شما باش مشکل دارین آزاد میکنم. نه ارشاد، نه مرشاد، نه فرشاد، لعنت به هر چی کش داشت. نه نسبت، نه اسمت، نه گشتی، نه مشتی. جناب دکتر از شما سوال شده که شما مسیر آزادی رو چطور باز میکنید؟ والا ما تو مسیر که می اومدیم که راه باز بود. ولی اصولا من اعتقاد راسخ دارم که هیچ مسیری نباید بسته بمونه. من تو جبهه هم که بودم به بنده میگفتن راه باز کن. الانم اگر راه آزادی بسته باشه بنده راه آزادی رو برای شما باز میکنم. عجب کش میکردم بابا. این خود نیستش میگن حاج صالح چاه باز کن. یه چیزی هست حاج صالح چاه باز کن. حاج صالح بسیار متاسفم که از الفاظ نامناسب چرا متاسف؟ چرا نامناسب؟ من افتخار میکنم که چاه باز کنم. چاهای مختلفی تو این مملکت هست که بسته است. من چاه فقر رو باز میکنم. من چاه بیکاری رو باز میکنم. من چاه تورم رو باز میکنم. حاج صالح چاه باز کن. من مغنی این مردمم. حاج صالح چاه باز کن. چاه جدید رو باز کن. حاج صالح چاه. اجازه بفرمایید. ایشون پشت به پشتشون میخوره به آقا محمد خان قاجار چاکن. ای سلطنت طلب. چاه کندن بهتر از دباغ بودن. دباغ رو میکنیم پوست مردم رو میکنیم پدر مردم رو در میاره. کیسه کش برو کیست بکش. آقای کیسه کش برو کیست بکش. آقای کیسه کش. آقای دکتر خواهش میکنم. نمجون آج آقای گیرینوف دارن به من میگن که من کیسه کشم. من کیسه کش شما مردمم. من سفیدابم که مالیده میشه به شما و چشم فیتیره در میاد. من اونم. اجازه بدید ما فکر میکنم که وقت مناظره تموم شده باشه. ما اگه اجازه بدید توی فرصت مناسب دیگه مجری خواهش می‌کنم دخالت نکنید. اجازه بدید بحث ادامه پیدا بکنه. ما تازه داغ شدیم. بله ببخشید آقای مهندس ما قربونتون برم. این اگه پس فردا رأی آورد که که من از نون خوردن میافتم بیچاره میشم. مسئولیت چشم. خب بینندگان عزیز به ادامه مناظره توجه بفرمایید. خواهش می‌کنم از آقای دکتر که در ادامه بحث آزادی هر فرمایشی دارن بفرمایید. مهمتر از آزادی راه‌های رسیدن به آزادی. از انقلاب میشه به آزادی رسید. از جمهوری هم میشه به آزادی رسید. یه چیز مهم اینه که باید متوجه باشیم که آزادی رو رد نکنیم. اگه رد بکنیم میافتیم تو اتوبان کرج قزوین که دیگه واقعه. باید اینقدر بریم تا به دور برگردون برسیم. البته من همه برجا رو دوست دارم. من برج میلاد رو هم دوست دارم. ولی آزادی یه چیز دیگه است. آزادی یه چیز دیگه است. آزادی یه چیز دیگه است. آزادی
خیلی ممنون. عرض میکنم که یادداشتی به دست من رسیده. نوشتن که با تشکر از اجرای خوبتون اگه حواستو خوب جمع کنی شیرینی شما بله، خواهر دانشجویی سوال کردن و پرسیدن که دیدگاه شما در ارتباط با رابطه دختر و پسر چیه؟ اون تخصص تو من دارم. ایشون در مورد مسائل خاکبرسری ممنون نظرن. پمتون بله. اجازه بدید. ما هرچی به دخترها و پسرهای عزیزمون سخت گرفتیم در این سالها به بنبست رسیدیم. اینها همه عزیزان من هستن. ما باید به یک نکته توجه بکنیم. ما باید روابط دختر و پسر رو هدفمند کنیم. ما باید فواصل رو نگه بداریم. فواصل رو رعایت بکنیم. کاری بکنیم که این فواصل به روابط دختر و پسر لطمه نزنه. یک مطلب بسیار بسیار مهم رو امروز میخوام عرضه بکنم و اون قانون هدفمند کردن ازدواج‌های خیلی موقت. آقا ایشون اگر بلد بود راجع به این قضیه کاری بکنه پسر خودش رو به زور تو منکرات نمی‌کشه بیرون. اجازه بدید. توجه بکنید. توجه بکنید. اجازه بدید. اجازه بدید آقای پورمشری. آقای پورمشری اجازه بدید. خواهش می‌کنم. توجه بکنید. بفرمایید. ببخشید من خواهش میکنم که رسانه ها توجه بکنن. این عکس بنده است در اسارت با این منافقین کوردل که الان ریاست رسانه‌ای مهندس دباغ کیسه کش رو به عهده داره. آقا چه ایرادی داره؟ بره آدم یک نفر رو از راه انحطاط آقا بکشونه بیاره توی ستاد خودش جذبش بکنه و درستش کنه. این همه دختر و پسر توی این مملکت بیکارن، چرا اونا رو جذب نکردی؟ جذب دیگه وقتی یکی جذبش. ببخشید من خواهش میکنم که پرونده رو بدید. پرونده رو بدید. از چهارچوب اجازه بدید. مناظره خارج نشیم. اجازه بدید. خواهش میکنم. اینا رو ببینید. قابل توجه رسانه‌ها. توجه کنید. اینا فتوشاپ. اینا عکس‌های خانم آقای مهندس دباغ کیسه کش قبل از همه. اجازه بدید نگاه کنید. ایشون خانم محترم، بنده خدمت شما عرض بکنم که در اون دوره‌ای که مردم ما گرسنگی میکشیدن، در اون دوره‌ای که مردم نون نداشتن بخورن، شما دماغتون رو کجا عمل کردید؟ نه اینو کجا عمل کردید؟ این عکس اجازه بدید این بینی ایشونه، اینم بینی ایشونه. خواهش میکنم که از چهارچوب مناظره خارج نشیم. اجازه بدیم که مناظره مسیر خودشو داشته باشه. بفرمایید. خواهش میکنم اجازه بدید مشاوره یکم فاصله بگیرن. خواهش میکنم. من خواهش میکنم با آرامش دماغو برو. آقای اجازه بدید. خواهش میکنم بابا بفرمایید. بعد صلاح نبود که جلوی خواهر ژیلا اون قضیه رو بگم. میخوای بگم پارسال که با یه درفتون سمینار می‌خواستیم برین زیارت یکیتون خواهش میکنم آقای مهندس. خواهش میکنم این همه مسائل اقتصادی. آقای پورمجری خواهش میکنم خفه. جناب مهندس اینا هر دو نفرشون به من میگن خفه. مهندس سلام برسون اوشین. آخه من چه پخش کنن یه سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید. بله چشم. یه تراکتی اگر بدید من با مهندس کیسه کش کار دارم. کیسه کش جان بفرمایید. بله بینندگان عزیز از اتاق فرمان من که آب از سرم گذشته. هر چه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. از مسئولین محترم کشوری، نامزدهای محترم انتخاباتی و چهره‌های سیاسی تقاضا می شود بعد از گرفتن عکس یادگاری با جانبازان با ترک سالن امکان گرفتن عکس را برای سایر نامزدها فراهم نمایید. با تشکر. معذرت میخوام خواهد ببخشید. اگه ممکنه ما رو تنها بگذارید که ما بتونیم یه خورده با هم در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنیم. خواهرها باشن برای بک‌گراندم خوبه. ایراد نداره. ماست خودشون. آخه این غلطو چیه تو میکنی؟ چرا لنگو میکشی وسط؟ مرد حسابی میخوای پتتو بریزم رو آب؟ میخوای بحث مافیایی روغن و قند و توی مملکت مشخص کنم که کیه؟ این همه ما دشمن داریم. قرار بود ما یک کاری بکنیم که این سید رای نگیره. اون وقت تو پاچه منو میگیری. با این رسوایی نه تو رای میاری نه. این پشت فکر میکنن که رفتن جبهه از ما طلبکارن. دوستان اصلا سر به تن من تو نباشه و تو این کارا رو میکنی؟ اولا شما شروع کردی، من شروع نکردم. شما بودی که کیسه و سفیداب کشیدی واسه من بیرون. واسه من یه دماغ ناموس منو رسانه‌ای میکنی. دماغ ناموس منو. سوسن خانوم و سلطان قلب. این جوونا رو دور خودت شما بسپر به کاندید آپتودیت به روز که من باشم. شما همین هم بالکی‌های خودت واسه خودت جذب کنی بسه.
بابا این حرفا چیه میزنی؟ مگه نمیدونی میکروفونتون روشنه؟ آقا همه این حرفاتون رو مردم شنیدن، چه گندی بالا اومد. الو آزمایش میکنیم 1 2 3 4 5. آقا این چهیه رو بنداز تو گردنت، یه جور برو از دلشون در بیار. بیا اومدن. اینا دارن دروغ میگن. اشتباه شده. اینا دارن اسم ما رو میدوزن. اینا عوض شدن. بابا عراف کی هستین شما؟ سود بزنن بهتون میگم متمدن، ها بکشن بهتون میگم قرتی. عراف کیه؟ برادر کریم سلام علیکم و رحمت الله. من محبی هستم، صالح محبی. میشناسمت. هرچی میکشیم از دست توه. های صالح. منم همینجور. چیه میزنی عزیز من؟ درو چرا بس؟ ما خودی هستیم. میدونی حرکتت یعنی چی؟ یعنی گروگانگیری، یعنی محاربه. بالاخره منم اسیر شدم. رو با وحشت داری ایجاد میکنی. اگه میخوای امر به معروف بکنی خب برو تو خیابون. این همه بدحجاب، این همه بچه‌ای که شروشون به پا میکنن. عزیز من ما تو کلمه حرف با هم دیگه زدیم، یه چیزی من میگم جدل یه کلیپ سیاسیه. آب عزیز من سیاسته. تو چرا جدی میگیری؟ سیاستم که پدر مادر نه. ببین عزیز دست به ما نزن. خونم به جوش میاد. تو آبرو همه ما جانبازا رو بردی برو کنار بگرنه میکشم اینجا. حاجی جون بابا این سابقه داره. مرکز به تمامی نیروها مستحضر باشید. عملیات آزادسازی گروگان، موقعیت آسایشگاه جانبازان یاد یاران. سریعا به موقعیت اعزام بشید. مفهوم بود؟ اعلام بفرمایید. باشم برم بابا این کریم و بچه ها کار دست خودشون میدن. تو نمیاد. پاشو بابا. لا اله الا الله. من 2 دقیقه بالا سر حاجی بودم. این چه بساطی رو انداختی کریم؟ سید قربون جدت برام. خب اینا خاطره میخوان، ما میخوایم حرف بزنیم. یعنی همه بچه ها میخوان حرف بزنن. مردیم بس که برامون روزه خوندن. آقای اسرا رو هدایت کن. اسرا کدوم عزیز من؟ ما کلی اسارت کشیدیم. آخه این حرف چیه شما میزنید آخه؟ 2 تا دوربین تلویزیونی دیدن اینا اینجا پیداشون شده. وگرنه سال به سال به جانباز سر نمیزنن. نمیتونن بفهمن که جانباز چه دردی میکشه. سید قربونت دل زخمیت برم عزیز من. این حرفو که میزنین که نباید با داد و فریاد زد. بابا اینایی که شکمشون رو گنده کردن از جنس ما نیستن. دروغ میگن. والا دروغ میگن. با شماست. به چی نگاه میکنید؟ این شکم من مال امروز و دیروز نیست. این مال قبل از انتخاباته. اصلا مال قبل از انقلاب. جناب آقای مرتضی خان شما که در جریان هستید همیشه هم جانب حق رو گرفتید، راستگو هم بودید. همینا رو میگید که بهتون میگن امول، همینا رو میگید بهتون میگن آخه عصیانگر. بده کارم با شد. شکم بچه من چی کار داریم؟ بچه من از اول توپل ماپل چاق چله بود. ببخشید این لونه کلسترول، لونه فتنه شده توپل مپل برای ما. مثل ما نیستن که صبح تیلیت کنیم، ظهر تیلیت کنیم، اوقات فراغت نون خورد کنیم واسه تیلیت. خب الحمدلله برادران زحمتکشمون هم رسیدن. دیگه احتیاجی به این نیست. ما دیگه تقیه لازم نیست سلام بکنیم. همین کارا رو میکنید که کسی تحویلتون نمیگیره، کسی بهتون همه بها امثال نمیده. شما رو تحویل گرفتن که کار به اینجا کشیده شد. شما به اسم مردم سالاری دارین مردم سواری میکنه. فکر میکنه ما خره ما؟ برادر و خواهرها اینا جانباز نیستن، جانباز نما هستن. جانباز خوب اونه که راحت شهید میشه و میره صداش هم در نمیاد. شما دیگه چی میخواین؟ بیمارستان به این خوبی براتون درست کردن. تو به زهرا هم یه تیکه براتون گذاشتن. میدونی الان متی چنده؟ خدا تومن اونجا. بابا انقدر ناشک نباشین. ببین نذار این قصه سیاسی بشه والله همه چیز به پای تو نوشته میشه ها. سید جان این بچه ها رو آروم کن. تا تو یک برنامه تلویزیون زنده حرف دلی بچه ها رو نزنم اینا رو ول نمی کنم. وسطش حق ندارم ول بدن. پوست مار کندن. بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم حاج آقا. حاج آقا ببینید با ما چه کردن اینا. ما رو گروگان گرفتن. کسانی که این همه منشأ خدمت بودن تو این مملکت. حالا ایشون ناشیگری کرد پای میکروفون یه چیزی گفت، یه چیزی خورد. اینه رسمش؟ اینجوری میخوان مملکت داری بکنن؟ ما چه گناهی کرده بودیم آخه؟ گناه شما چیه؟ همین آقایی که زحمات این همه جانباز رو ندیده میگیره، جنگ رو ندیده میگیره. هم شمایی که پشت این قایم شدین، هر دوتاتون دولبه یه قیچی هستین. پشت این قایم نشو، هر کاری دوست داری بکن، هر حرفی هم دلت میخواد بزنی بزن. فعلا که زور دست ایناست. هر کاری دلشون میخواد بکنن. ما بریم به انتخاباتون برسیم. امری فرمایش نداریم. ما میتونیم مرخص شیم. هر دوتاتون تشریف ببرید.
حاج آقا شما یه مطلبی رو فرمودید من اون موقع نگرفتم، اما الان از بچه‌ها میخوام بیان جلوی دوربین هر چی دلشون میخواد بگن. ولی مثل این که ظاهرا شما بیشتر دنبال قصه این نه چیز دیگه. به خاطر همینم رفتین سراغ بعضیا. بله حق با شماست. اولش دنبال خاطره بودم، اما الان دنبال حرف دلم. حرف دل. عمو جون، ایران عزیز، حاجی خیلی دوست داشت خودش این ماجرا رو برات تعریف بکنه. خیلی قشنگ‌تر از من. میدونی وقتی یکی نفسش رو هدیه میکنه یعنی چی؟ نه نمیخوام برات قصه بگم چون ماجرای ما اونقدرام کهنه نشده که بره توی قصه ها. یه روزی یه شهری آلوده شده بود، مثل همین شهر خودمون که حالا حسابی آلوده شده. تو اینقدر کوچیک بودی که یادت نمیاد. هم تو یادت نمیاد، هم همه اون کسایی که الان کنارت وایسادن دارن تو خیابون داد میزنن، فریاد میزنن، حرفای دلشونو میگن. هیچ کدومتون یادتون نمیاد. سرفه ها و دلتنگی های امروزت نشون همون روزاییه که سند افتخارش رو امثال بابات ثبت کردن. بگذاریم که حالا دیگران کاپ پیروزی رو بالا سرشون بردن و امثال تو هم باور کردن. آره، امثال حاجی همونایی هستن که از اخراجی ها معراجی ها ساختن و یکیشون که تو خوب میشناسیش از سر غیرت ماسک و نفسش رو به یه دختر کوچولویی داد که امروز بزرگ شده و اسمش ایرانه. دخترم از عمو بیژنت بزرگتر یه شیرمرده که تو همون لحظه ماسک و نفسش رو داد به کسی که امثال گیرینوف ها برای همیشه اونا رو اخراجی میخواستن و امروز رنگ عوض کردن. از همون روز ایران شد دختر خونده ی حاجی رسولی. نه، بهتره بگم اصلا دختر خونده همه اونایی که تو اون روزا نفسشونو دادن تا امثال تو و نسل تو نفس بکشن. تو رو خدا بیایید قدر این نفس ها رو بدونیم. جانم، خیالم راحت شد. شنیدم گفتی کم آوردن. اینه بدون بعضی از ما باید بریم تا آینده بمونه. بعضی از ما مثل تو باید بمون تا آینده شهید نشه. از فصلهای پیش از این عبداشت بر کویرم بارشی بی سر داشت بر کویرم بارشی بی سر فصلهای پیش از اینم عبداشت بر کویرم بارشی بی سر داشت. اینک اما عده‌ای آتش شدن، بعد کوچه کوها آرش شدن. بعضی از آنها که خون نوشیده اند حرص جنگ عشق را پوشیده اند. عده‌ای حسن القضا را دیده اند، عده‌ای را قصرها بلعیده اند. بزرگانی که از تناسب تر شدن، از بسیجی ها بسیجی تر شدن. بزرگانی که از تناسب تر شدن، از بسیجی ها بسیجی تر شدن. تو چه میدانی اگر گنبد را غرق خون خیش رقص مرگ را؟ تو چه میدانی سقوط کاوه را، آسمی را، باکری را، کاوه را؟ با همان هایم که در بین
آغش زدن، ریشه اسلام را آتش زدن، پای خندق ها احد را ساختن، خون فروشی کرده خود را ساختن. بزدلانی که از هراس ابتر شدن، از بسیجی ها بسیجی تر شدن. بزدلانی که از هراس ابتر شدن، از بسیجی ها بسیجی تر شدن. زنده های کمتر از مردارها با شما هستم غنیمت خواه. بذر 72 آفت در شما، بردگان سکه لعنت بر شما. باز دنیا کاسه خمر شما، باز هم شیطان اولوالامر شما. با همانهایم که بعد از آن ولی کران کردن در کام علی.